و قربانگاه از چوب عقاقیا بساز که درازیش 5 ذراع و فراخیش 5 ذراع، یعنی قربانگاه مربع باشد و قدش 3 ذراع. و شاخهای آن را بر 4 گوشه آن بساز و طوری که شاخه هایش از خود آن باشد و آن را با مس بپوشان. و تاسهایش را برای برآوردن خاکسترش و خاکاندازهایش و کاسه هایش و چنگالهایش و مجمرهایش را بساز. تمام کالایش را از مس بساز و برایش پنجره از مس به صورت شبکه بساز و بر آن شبکه 4 حلقه میسین بر 4 گوشه‌اش بساز. اما مسیح همچون سرکاهین نیکی‌های آینده آمده به واسطه خیمه بزرگتر و مکملتری که با دست آدم ساخته نشده است، یعنی ساختش چنین نیست، و نه به واسطه خون بزها و گاوها، بلکه به واسطه خون خود یک بار به قدس داخل شده کفارت ابدی پیدا کرد. زیرا اگر خون بزها و گاوها و خاکستر مادگاو که به پلیدان پاشیده می شود آنها را تا به درجه تطهیر جسم تقدیس می کرده باشد، چقدر بیشتر خون مسیح که به وسیله روح ابدی ذات بی عیب خود را به خدا تقدیم نمود، وجدان ما را از اعمال بیجان تطهیر خواهد کرد تا که خدای حی و حقیقی را عبادت نماییم.